داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان آغاز و پیدایش کلیسا. بعد شیشی که عیسی به آسمان شد، شاگردان همچنان که عیسی دستور داد در اورشلیم ماندند. ایمانداران به طور مرتب به یک جا جمع بودند و دعای شکر. همه ساله 50 روز بعد شهید پسح یهودیان مهم من روی چرا جشن شگفت که روی چه نام پنتیکاست. پنتیکاست عید شکرگزاری پمحصولت. یهودیان سر تا سر دنیا به اورشلیم یاتند تا یه جشن آگاهی همدیگر را برگزار کنند. در یه سال تها دوران جشن پنتیکاست حدود یک هفته بعد عیسی شدن به آسمانت. وقتی که ایمانداران گرد جمع بودند، ناگهان توار شدید چوبات اشکتش که توار برای سه تاها پیچید و گویی توار آدنا پر کرد و بعد یک چیز شبیه به آتش شعله‌وان براوانی سرا شعله بر بود. در آن وقتا گرد آوان روح القدس پر بودند و شروع به خبر دادن به دیگه زوانانش کرد که اصلاً برا زوان آشناییش نداشت. وقتی که اورشلیم مردم یه توار اشکتش دور هم جمع بودند که بگندن چه اتفاقی کبته. مردم وقتی دیستش که ایمانداران مسیحی براوانی زوانا خبر دیند و خدای عجیبن اعمال براوانی زوانا خبر دیند شگفت زده بودند. بعضی شاوان هم شاگردان را متهم کردند که مست هستند. اما پتروس گوش داد براوان و گوش کنید یه مردم مست نهند. یه هما پیشگویی یوئیل نبی هست که خدا گوش داد در آخرین روزانی تها من گرد مردمان را شوتی روحا پر رکنیم. ای مردان قوم اسرائیل، خدا به عیسی وسیله و عجیب معجزات کرد. اما رنگ که شما دیستگ و زانت، اما شما آیره به صلیب کشیدید. عیسی اگرچه مرد ولی خدا آیره دوباره شمردگنی تها زنده کرد. یه حقیقت هما پیشگویی هست کشید تا نیله کتی فرزند بدن که مقدس اند فاسد بید. خدا عیسی را شمردگن برخیزانید زندگی کرد و اما یه حقیقت شاهد هستند. عیسی هنون به آسمان تها در عالی ترین جایگاه افتخار به خدایی که نشته. عیسی روح القدس موعود را خدای پدر دریافت کرده و به وتی پیروان عطا کرده. آنچنان که وعده دادد روح القدس دلیل چیزهایی هست که مروی چه شما آیی نتیجه ورا به وتی زندگی تگندت و اشکنت. مطمئن بید که همه عیسی که شما آیره به صلیب کشیدید خدا آیره خداوند و مسیحا تعیین کرده. پتروسی خبر مردمان را تحت تاثیر قرار داد. بنا پریشی شایش لورتت و گوشتش ای براسان هنون اما باید چه کار کنن؟ پتروس جواب داد هر کجام شما باید شوتی گناهان دست کشید و به سوی آیی بازگردید و به نام عیسی غسل تعمید گرفت تا خدا شما گناهان بخشید. آنگاه خدا به شما هم یه هدیه ورا یعنی روح القدس عطا کند. تقریباً 3000 نفر به پتروسی خبران ایمانش آورد و عیسی شاگرد بودند. آوان غسل تعمید گرفتند و به جمع ایمانداران در کلیسای اورشلیم پیوستش. آن شاگردان همواره در تعالیمی که رسولان دادند و در آیین شام خداوند و دعا و یدگه ایمانداران به طور مرتب شرکت کردند. گرد ایمانداران گویتی همدیگر حت هستند و هر چی که داشتش گویتی همدیگر تقسیمش کرد. مردم درباره آوان پنیکی خبرش داد و خدا هر روز عده‌اش مردمان را نجات داد و بریشانی جمع تها آورد. داستانی برگرفته از کتاب مقدس، کتاب اعمال رسولان فصل 2.